تا حالا قلم‌نورهای زیادی از برند ایکس پی پن بررسی کردم، ولی امروز قول مرحله آخر اینجاست. دکو پرو مدیوم قلم‌نوری پرچم‌دار برند ایکس پی پن. این عملاً پیشرفته ترین و گرونترین قلم‌نوری بدون مانیتور برند ایکس پی پن محسوب میشه. قلم‌نورهای مانیتوردار که کلاً بحثشون جدا و قیمت بالاتری دارن، ولی بین قلم‌نورهای بدون مانیتور این عملاً حرفه‌ای‌ترین گزینه هست توی برند ایکس پی پن. از بدنه خود بخش تبلت شروع میکنم. پشت بدنه از متریال فلزی ساخته شده، فلزی رنگ فلز، و جلوی بدنه هم یه متریال پلاستیکی نیمه مات مشکی و نقره‌ای رنگی هست که در کل طراحی خیلی جذابی داره. کیفیت ساخت بدنه بسیار بسیار چیز خوبیه، کاملا حس پریمیوم بودن رو به شما منتقل میکنه و کار کردن باش واقعا لذت بخشه. سمت چپ همین بدنه چند تا دکمه وجود داره، در واقع 8 تا دکمه فیزیکی وجود داره که عملکرد هر کدوم از این دکمه ها رو میتونید شخصی سازی بکنید از طریق نرم افزاری که خود ایکس پی پن در اختیارتون قرار میده. عملکرد این دکمه ها کاملا شخصی سازی میشه که هر دکمه توی هر نرم افزاری چیکار بکنه. مثلا یه دکمه توی نرم افزار فتوشاپ پنتون رو عوض میکنه، توی نرم افزار الستریتور یه کار دیگه میکنه، یه منوی رو باز میکنه یا همچین چیزی. کاملا میتونید شخصی سازیش بکنید. علاوه بر این دکمه ها یه دونه رینگ اسکرول هم روی بدنه وجود داره کنار همین دکمه ها که اونم کاملا قابل شخصی سازیه. میتونید تنظیم بکنید که مثلا زوم و زوم بک باشه انجام بدید روی صفحه، یا اسکرول بکنید، یا مثلا اندازه براشتون بزرگ و کوچیک بشه، یا همچین مواردی که خیلی چیز کاربردی موقع طراحی، مخصوصا برای تغییر سایز براش یا مثلا تغییر هاردنس براش چیز کاربردی میتونه باشه برای طراح‌ها یا دیزاینرها. و وسط این دایره که این رینگ اسکرول توش قرار داره یه بخش مشکی رنگیه که اون در واقع یه تاچ پد هست. از طریق اون میتونید انگشتتون رو تکون بدید و موس عملاً تکون بخوره روی صفحه. من اگه بخوام یه توضیح درباره کاربرد این تاچ پد بدم، در کل قلم نوری ها موقع کار کردن باش اگر که بخواید مثلا بین نرم افزار سویچ بکنید یا یه کاری دارید که در واقع خارج از اون نرم افزاری که با قلم نوریتون دارید کار میکنید، مثلا میخواید یه فایلی رو کپی بکنید، یه فایلی رو باز بکنید، یه متن رو تایپ بکنید یا همچین چیزی، کار کردن با قلم نوری ها خیلی سخته. یعنی با قلم نوری به عنوان موس استفاده کردن معمولا سخته و اینی که هی از قلم نوری بریم روی موس رو برداریم دوباره قلم نوری دوباره موس، چیزیه که معمولا یه کمی رو مخه و این تاچ پد مشکلات حالت خیلی زیادی برطرف کرده. گزینه واقعا کاربردیه. علاوه بر تمامی این دکمه ها و این تاچ پد و اسکرول که روی بدنه هست، روی بخش خود قلم هم یه دونه دکمه وجود داره، در واقع دو تا، یه دونه جفت دکمه وجود داره که اونها هم عملکردش کاملا قابل شخصی سازیه و میتونید خودتون مشخص بکنید عملکردش رو. درباره خود کیفیت ساخت این قلم هم بخوام صحبت بکنم، یه چیز خیلی عجیب غریبیه، کاملا حس پریمیوم بودن رو به شما میده. یه بخش سیلیکونی داره که از لیز خوردن توی دستتون جلوگیری میکنه، توی طولانی مدت به هیچ عنوان انگشتاتون رو اذیت نمیکنه و اینا واقعا موارد مثبتی هستن. و این رنگ نقره‌ای که داره کاملا متفاوتش میکنه از بقیه محصولات برند ایکس پی پن. قلم‌نورهای کاملا سیاه، این پریمیوم بودن رو توی این قلم‌نوری کاملا شما میتونید ببینید. اما همراه این قلم‌نوری یه دونه استوانه مشکی رنگ هم عرضه میشه که این در واقع یه دونه هارد کیس برای خود بخش قلم هست. برای حمل و نقل قلم میتونه خیلی گزینه کاربردی باشه، یعنی که توی کیف قلم بهش آسیب نرسه یا همچین مواردی. درش باز میشه و قلم داخلش قرار میگیره. علاوه بر این کاربرد کیسی که برای قلم داره، توی بخش انتهایی همین در واقع استوانه سریهای اضافه قلم وجود داره، 8 تا سری اضافه که از طریق همون بخش انتهایی میتونید این مکانیزم سریها رو عوض بکنید و این چیز کاربردیه. توی طولانی مدت اگر که سری قلم به مشکل خورد میتونید عوضش بکنید. سریها فرقی ندارن، فقط برای اینن که اگه به مشکل خورد یا سابیده شد یا خراب شد گزینه بعدی در دسترس باشه. و علاوه بر این خود بخش در این استوانه مشکی، دربی که داره به صورت جداگونه میاد روی میز شما و به عنوان یه دونه پایه قلم رومیزی عمل میکنه که اینم چیز کاربردیه، باعث میشه خیلی راحت تر باشی وقتی که قلم رو نمیخواید رو میز سر نخوره، یه جای مشخصی داشته باشه. اینا همگی مواردی هستن که کاملا فکر شده هستن و اینو شما کامل میتونید متوجه بشید که با یه محصول پریمیوم و درست حسابی و پرچمدار طرفی. اما اگه بخوام یه کمی دقیق‌تر و
کاملتر درباره ویژگی‌هایی که به شما میده صحبت بکنم، مورد اول این که حساس هست به فشار. یعنی اگر که قلم رو فشار بدید با لول‌های مختلف، یعنی بیشتر بهش فشار وارد بکنید قلم رو روی تبلت، کاملا متوجه میشه و میتونید شخصی سازی بکنید که چه اتفاقی بیفته. مثلا قلم مثلا خط پررنگ‌تری کشیده بشه یا خط ضخیم‌تری کشیده بشه، اینا کاملا قابل شخصی سازیه و این حساسیت به فشار تا 8192 لول وجود داره. یعنی توی 8000 لول متوجه میشه که اینو فشار دادید. این اولا بیشترین عددی که توی قلمدورها میتونید ببینیمش. علاوه بر این دقت قلم یا همون لاین پر اینچ قلم 5080 LPI هست که اینم اولا بیشترین عددی که توی قلم‌نوری ها وجود داره و به شما کمک میکنه. این عدد در واقع کاربردش اینه که اگر طرح‌های بزرگ بخواید چاپ بکنید، مثلا برای یه بنر خیلی بزرگ، پیکسلی نشه و اون در واقع وضوح بالای خودش رو از دست نده طرحتون. علاوه بر اینا به زاویه‌ای که شما قلم رو روی تبلت میذارید هم حساس هست و اینو متوجه میشه. تا زاویه 60 درجه این تیلت رو متوجه میشه و میتونید شخصی سازی بکنید که مثلا سایه بخوره یا هاشور بخوره. یه همچین چیزایی توی نرم افزار کاملا دستتون بازه و از این امکانات و ابزارهایی که به شما میده شما میتونید به بهترین نحو استفاده بکنید برای پیاده کردن خلاقیت و ایده‌ای که توی ذهنتون وجود داره. اما من یه کمی فراتر از همه اینا رفتم. توی گوگل یه سرچ انگلیسی ساده بکنید درباره بهترین قلم نوری بدون نمایشگر توی دنیا. معمولا سایت‌های مختلف یه سری لیست برای شما میارن که این قلم نوری معمولا توی 4-5 تا مورد اول قرار داره و این خیلی چیز مهمیه. و علاوه بر این محصول در واقع 2 تا جایزه مربوط به طراحی بدنه خود محصول رو هم برنده شده. یه دونه رد دات اوارد و یه دونه گود دیزاین اوارد مربوط به سال 2018 و 2019. در مجموع این جایزه ها و این جایگاه محصول توی رنکینگ های جهانی به شما نشون میده که با یه محصول با کیفیت پرطرفدار جهانی طرف هستید و تا سالهای سال میتونه نیاز شما برآورده بکنه. نگران خرابی یا اعتبار برند یا همچین چیزایی نیاز نیست باشید. برند XP Pen همین برند ژاپنی بسیار معتبره که محصولات خیلی با کیفیت توی این حوزه تولید میکنه. یکمی هم درباره نکات تکمیلی بخوام صحبت بکنم، از پورت USB تایپ C استفاده میکنه برای اتصال به کامپیوتر بدون کابل USB به تایپ C بسیار با کیفیت توی جعبه قرار گرفته که سر تایپ C در واقع 90 درجه است برای اینکه وقتی که متصل میشه به قلم نوریتون روی میزتون جای کمتری و فضای کمتری رو اشغال بکنه. 2 تا مبدل OTG تایپ C و میکرو USB هم قرار داره توی جعبه که از طریق اونها میتونید قلم‌نوری متصل بکنید به گوشی‌های اندرویدتون و استفاده اونطوری هم داشته باشید ازش. یه دونه دستکش، در واقع 2 تا دستکش پارچه‌ای هم توی جعبه قرار داره که برای دیزاین و کار کردن راحت‌تر با قلم‌نوری میتونید ازش استفاده بکنید که دستتون خیلی راحت‌تر سر بخوره در واقع روی خود بخش تبلت. این 2 تا دستکش هم یکیش نوک انگشت‌هاش سوراخه در واقع و یکی این مورد رو نداره، این سوراخ رو نداره و دستکش کامل هست میتونی ازش استفاده بکنی. همین مورد خاص دیگه این نمونده که بخوام بهش اشاره بکنم. توی مدتی هم که دستم بود به مشکل یا باگ خاصی باهاش بر نخوردم، اما من از یکی از دوستام درخواست کردم توی این ویدیو بیاد نظرش رو درباره قلم‌نوری بگه. طراح گرافیکه و تقریبا 1 ساله که خودش داره از این قلم‌نوری استفاده میکنه. طرح‌های زیادی باش زده و توی طولانی مدت اینی که چه عملکردی داشته و آیا توی عمل هم واقعا به خوبی روی کاغذ هست مشخصات و ویژگی‌هاش یا نه. ازش سوال کردم، بریم نظرش رو بشنویم و برگردیم. سلام دوستان، مهرداد جمشید هستم. حدوداً 1 سالی هست، بیشتر 1 سال که از این قلم‌نوری دارم استفاده میکنم. به مشکل خاصی که بر نخوردم، اما یک سری نکات مثبتی هست که راجبش به نظرم خوبه که بدونید. یک نکته‌ای که هست، من از 2 تا مانیتور معمولا استفاده میکنم. حالا یکی که مانیتور خود لپتاپمه، یکی هم که مانیتوریه که اون بالا گذاشتم ازش استفاده میکنم. توی این 2 تا مانیتور وقتی میخوام سوئیچ کنم بین مانیتورها به باگ خاصی کلا نمیخوره و کلا خیلی روون و راحت برای من کار میکنه. و برای همین دقیقاً به این نکته اشاره میکنم چون من با چندین قلم‌نوری هم قبلا کار کردم و به این مشکل خوردم، چه سر اینکه سوئیچ میکردم بین مانیتورها قاطی میکرد، یه لحظه اصلا تکون نمیخورد، ولی با این قلم‌نوری اصلا به این مشکل بر نخوردم. یه نکته خیلی مثبت هم خود قلمه که خیلی راحت توی دست میاد. چیزی که هست قلم‌های قبلی XP Pen که من دستم میگرفتم یکم کوچیک بود یا یکم نازک بود و میشه گفت خیلی راحت نبود باش طراحی کردن. اما این قلم خیلی راحته، حتی ساعت‌های زیادی هم دستت باشه اذیتت نمی‌کنه و
کلا به نظرم یکی از بهترین محصولاتیه که من خریداری کردم. و این نکته مثبت دیگه‌ای که داره اندازه خود قلم نوریه که رو خود بسته نوشته مدیوم، اما از سایزهای مدیوم قلم‌های نوری یه اندازه میشه گفت بزرگتره و خیلی راحت‌تر دست آزادتر موقع در واقع خط کشیدن، ارزش‌های خطی خیلی بهتری میتونید موقع طراحی کردن داشته باشید و به نظرم خیلی انتخاب خوبیه برای خریدن. در نهایت بخوام ویدیو رو جمع‌بندی بکنم، محصول بسیار با کیفیتیه، قطعاً خریدش رو بهتون توصیه میکنم و قیمتی هم که به شما میده نسبت به این امکانات و این کیفیتی که داره واقعاً قیمت مناسب و ارزنده. شما یکی از گزینه‌های اصلی که برای خرید قلم نوری دارید عملاً اینتوس پرو از برند وکوم هست که توی بازار و بسیار معروفه. اون قلم نوری قیمتش توی تاریخ ضبط این ویدیو حدود 20 میلیونه و این عملاً با قیمت حدود 1/2 تا 1/3 اون داره 90% امکانات، ویژگی ها و مشخصات اونو به شما میده و کاملا من تاییدش میکنم. به نظرم گزینه بسیار با کیفیتیه و یه جایگزین خیلی خوب برای قلم نورهای وکوم هست. با این قیمت شما میخواید از خود وکوم قلم نوری بخرید، عملا قلم نوری های پایین رده اقتصادی برند وکوم رو میتونید بگیرید که به نظرم کیفیت مناسبی ندارن و این گزینه خیلی بهتریه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و خریدتون کمک بکنه. اگه نظری و سوالی درباره این محصول یا ویدیو دارید توی کامنت ها بپرسید، قطعا جوابتون رو میدم. مرسی، خداحافظ.